برنامه‌ریزی سخت نیست، اشتباه آموزشش دادن. بیا با من تا توی 30 ثانیه بهت یاد دادم چطور واسه خودت یک برنامه کاربردی درست کنی. اینجا می 3 تا پارت قرار میدی، اسم درس رو مینویسی و موضوع درس. بعد در قسمت دوم، ستون دوم، میای میگی که آقا گردش مواد در قلب به طور تقریبی چند ساعت وقت میبره، یا جرم مولی. اینجا واسهشون ساعت ترسیم میکنی که مثلا 3 ساعت یا 2 ساعت. داخل ستون سوم میای که اون 3 ساعت رو به چند پارت تقسیم میکنی. مثلا ما اون 3 ساعت زیست رو میایم به 2 پارت 1 ساعت و نیمه تقسیم میکنیم. تستا رو فعلا نمینویسیم. و جرم مولی هم 2 ساعت هست، 2 تا پارت 1 ساعته میذاریم. همه اینا رو که پارت بندی کردیم میاریم اینجا. زیست رو که 2 پارت داره و علاقه زیادی بهش داریم اول و آخر قرار میدیم. شیمی رو خوشمون ازش میاد، 2 تا 1 ساعت اول و آخر. عربی 45 دقیقه و فیزیک هم وسط قرار میگیره. حالا بیا و یک مدت به این روش کار کن. اگه خواستید جدول آماده شده این برنامه رو داشته باشی، فقط تو کامنت ها واسم بنویس برنامه‌ریزی تا لینکش رو واسط بفرستم.